کاپیتان. سلام جناب ملکی، شب زیباتون بخیر. یواش در بچه ها میفهمن. چیکار داری میکنی؟ دارم گلا رو آب میدم. کورته نیستم، خودم میبینم داری گلا رو. دارم گلا میگم چرا وایسادی؟ خب من که نمیتونم دراز بکشم، باید واسم دیگه. خیلی همونجا تکون نخور از جات من اومدم. وایسا بینم. ای بابا چرا همچی میکنی؟ فاتی برای ما درست کردی. میگم چیکار داری میکنی؟ میخوای بدبختمون کنی؟ میگم چرا سر پا وایسادی؟ پاکرت کو؟ منظورتون واکره؟ حالا هر زهر ماری چی کارش کردی؟ چرا بدون اون وایسادی؟ اینجاست. بگی دسته. بگی میگم بگی دسته. الان من متوجه شدم. من حس میکنم که حالم خوب شده آقای ملکی. تو غلط میکنی که حالت خوب شده. خیلی بیجا کردی که حالت خوب شده. مگه دست خودته؟ یعنی چی؟ حرفا بگی دسته. یعنی چی آقا؟ عزیز من تو مگه نمیدونی اگه دستت نگیری ما بدبخت میشیم؟ موضوع 200 میلیون تومن پوله که از دست من میپره. پس آسمون چی میشه؟ من متعلق به آسمون ها. یواش میفهمم. اگه مردی شورتو ببرن با اون آسمونا تو سرت خراب شه. به خاطر پرواز بسپار، پرنده مردنیست. بنده خدا چرا گوش نمی کنی؟ این فکر این بدبختای لنگلو که چفت شل باش، بدبختای گدا بیپور، اینا زیر رو میشه زندگیشون. هستم به فکر اونا قربان. این بچه ها مثل خانواده خود بنده میمونن، ولی پروازم چی میشه؟ این نهایت خودخواهی تو رو میرسونه کاپیتان. میگه پرواز. تو با این خودخواهی داری لطمه جبران ناپذیری به این فرودگاه و به این بچه. منافع جمع رو در نظر بگیر. خودت هم که جزو این جمعی، جزو گداهایی. پول باید به اینا برسه. یعنی میگین من چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ من از تو کاری نمیخوام بکنی. فقط به هیچ کی نگو خوب شدم. حتی به بچهای خودمون هم نگو. بگه دروغ بگم. آقا جون اگه بگی اینا دهنشون چفت و بس نداره میرن به همه میگن این پولم به ما ندن بدبخت و گدا شدیم ما. فکر پوله باش، منافع جمع رو در نظر بگیر. من نمیتونم دروغ بگم آقای ملکی. یه ضرب المثلی تو اشخابات داریم که میگه یه اشخاباتی اصیل هیچ وقت دروغ نمیگه. من نمیتونم دروغ بگم. من نمیتونم با این سلام جانم براتون شیرینیه بردم. شیرینیه میخوری؟ شما زحمت کشیدی. من اومدم تا از طرف قاطبه اهالی ملکی ایرلاینز مال به شما ابراز تشکر و ارادت بنمایم. خیلی ممنون. شما قهرمانی. قهرمان. شما چند وقتی کاپیتانو میشناسید؟ ما میدونید در واقع هیچ کس اونطور که باید و شاید کاپیتانو نمیشناسه. کاپیتانو من خیلی وقت میشناسم. اینا یه پدر بود، انقدر مهربونه. ما در شما بفرم. نه بگو دیگه. ما در برج مراقبت قلب تپنده فرودگاه کار میکنیم. شما چه خاطره از ایشون دارید؟ لطفا برامون تعریف بکنید. ما یعنی من و سیاب و کاپی یه قرار ماهیانه یه کله پاچه‌ای با هم دیگه داریم. یادم میاد که جمعه ماه پیش بود که ما با هم دیگه رفتیم کله پاچه‌ای و اونجا بعد از اینکه کله پاچه رو خوردیم من رفتم سمت صندوق که صورت حسابو بگیرم و طبق معمول همیشه بین خودمون پولو تقسیم کنم. ولی در کمال تعجب دیدم که پول حساب شده و بعدها فهمیدم که قهرمان این کارو کرده و هیچ وقتم نفهمیدم که چرا کاپیتان همچی کاری کرده. عجب. شما چطور؟ شما از اون خاطری داری؟ بله ما چند وقت پیش اینجای تو برج موشی پیدا شده بود. بعد هوشنگ خیلی از موش میترسه. زهر مار بگم یا نگم؟ آره یه ذره عیخته از موش میترسه. بعد ما نمی‌دونستیم چیکار کنیم دیگه. همینجوری آتل باطل مونده بودیم که بعد یهو کاپیتان از راه رسید.
از راه رسید و ماجرا رو براش تعریف کردیم. گفت نگران نباشین، من مشکل شما رو حل میکنم. بعد گفت شما برین از اینجا بیرون. ما رفتیم بیرون و چند دقیقه بعد گذشت، اومد از برج بیرون در حالی که دستش هم رو کلاش بود. گفتش که خیالتون راحت باشه، من این دوتا موش رو گرفتم. بعدش به ما گفتش که برین تو برج. ما اومدیم تو برج، رفت تو باند وایساد وسط باند و آروم نشست و کلا دستش همجوری بود، کلا رو آورد پایین و دستش رو از روی کلا ورداشت و موشرم ول کرد که بره. موشم رفت. کاپیتان همیشه یه قهرمانه. خیلی متشکرم دوستان. خیلی ممنون. محبت کردید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. حال کردی؟ اداره هواجات تصمیم گرفته یک سری مسابقه فوتبال بین فرودگاه‌های کشور برگزار کنه و بگید اسم این جام رو ما میخوایم چی بذاریم؟ جام کاپیتانوف. چه عالی، چه فوق‌العاده. آقای رئیس چه دستتون درد نکنه، ولی نداره آقا جان، ولی نداره. شما باید به زودی از جاتون بلند شید و یه تیم تشکیل بدید برای شرکت در این مسابقات. ما کلی روش تبلیغات کردیم آقا. ولی قربان باید مستحضر باشید که کاپیتانوف پاهاش در حالت لوس لمس. بله درست میفرمایید. هنوز اون چیز رو پیدا نکرده، اون سلامتی رو پیدا نکرده که بتونه یه بازی قابل قبولی ارائه بده. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که دقیقاً یعنی شما هنوزم پاتون خوب نشد آقا؟ نه قربان، من میخواستم خدمتتون لازم نیست شما چیزی بگین. لازم نیست شما چیزی بگین. مگر اداره هواجات مرده؟ دور جون شما. مگر من مردم آقا؟ آقا نگید. ما در ادارمون امکاناتی داریم که میتونیم شما رو برای معالجه بفرستیم خارج آقا. نه خارج؟ بله. نه به خارج احتیاجی نیست. حالا دیگه این همه مخارج 6 ماه جناب رئیس، شما تکون بخوری 6 ماه مثل یه سالش مثل ملکی. این که مخارجش پای شما نیست، اداره میده، شما چرا جوش میزنید؟ اصلا مخارجش نیست آقا، فقط ما یه دکتر میفرستیم یه تست کوچولو از پای شما بگیره، همین. تست؟ بله، عرض کنم که کاپیتان جونم اصلا ناراحتی نداره. دستور ریاست هواجاته که یه تستی از شما گرفته بشه. بسیار تست معمولی و فرمالیته است. بله، نگرانی نداره. بس با اجازه شما خواهش میکنم، شروع بفرمایید. کاپیتان جان، بس فرمودید زانواتون هیچ حسی نداره؟ نه چطور مگه؟ هیچی، ما یه چند تا تست میخوایم روی زانوی شما با اجازه شما و با اجازه شما انجام بدیم. بس اولین ضربه رو امتحان میکنیم برای روی زانواتون. چیزی حس کردین جانم؟ نه خیر. خب دکتر جان یه لحظه. دارین چی میگین؟ اگه میخواستیم شما بشنوید در گوشی نمیگفتیم. هیچ خصوصیه؟ بله. بس با اجازه شما و با اجازه شما اگر آماده این ما دومی ضربه رو بزنیم. آقای ملکی، تو میتونی کاپیتان تام. من میدونم که میتونی. ای بابا. چیزی حس کردین جانم کاپیتان؟ نه خیر. خب پس بعد ضربه سوم یه کمی با اجازه شما قایم تر بزنیم. دکتر جان چجوری خدمتتون عرض کنم؟ اینجوری میخوام روشنت کنم کاپیتان جان، میگم دکتر جونم که این قهرمان ما پاش انقدرم تازه حس نه هیچ چیز. عزیزم ما باید تستمونو بکنیم. تستمون با اجازه شما. من حرفی ندارم. بس ما کاپیتان سومیشو یه کمی بلندتر میزنیم. چیزی حس کردی جانم؟ خیلی از من بپرسید، حس نکردم. خب حالا اگر چیزی حس نکردن مجبورم من اون تست نهایی رو باشون بکنم. خواهش میکنم دکتر جان. کدوم تست نهایی؟ چیزی نیست کاپیتان تو میتونی. چی داری میگی جانم به گوشش؟ قربان اگه میخواستم یواشتر بگم که بلند نمیگفتم شما نشنوید. اگه من ما نامحرمم برم بیرون؟ نه خیر، شما کارتون بکنید. بفرمایید. خب ما باید کاپیتان جان این سوزنه یک سوزن ما باید به شما بزنیم که اعصاب شما رو ما چیکار کنیم؟ تحریکش کنیم. هم تست بشه هم یه چیز دستگیرمون بشه. با اجازه شما. آقای ملکی میتونی کاپیتان شما تحمل. آماده اید؟ حس نداری تو. بفهم. شو تمومه. چیزی حس کردین جانم؟ من که اصلا و ابدا هیچی حس نکردم. کاپیتانم معلومه چیزیش نکرد. اصلا حس نداره این بندی خدا. نگاه کن.
پس تست ما کامل شد. ایشون هم هیچ ناراحتی انشالله که نداشته باشه. حس نداره اصلا. ایوه آقای ملکی، من اومدم رو در رو چند کلمه با هم حرف بزنیم. بفرمایید. من دیگه تحمل این بازی رو ندارم. کدوم بازی؟ خواهش میکنم خودتون رو به اون راه نزنین. شما با چکش و سوزن پاهای منو داغون کردین. این موضوع که عطفه به ما سبق میشه که مال 1000 سال پیشه، تموم شد رفت پی کار شما، ناراحت اونی؟ نه فقط این موضوع نیستش قربان. من دچار عذاب وجدان شدم آقای ملکی. من حس میکنم که دارم سر اطرافیان خودم کلاه میذارم. من اصلا نمیتونم این وضعیت رو تحملش کنم. چرا شلوغش میکنی کاپیتان اوف؟ کدوم وضعیتو؟ همین وضعیتو دیگه آقای ملکی. منو میگن قراره بفرستن خارج برای معالجه. خب چی میشه؟ آبروی من میره، آبروی خودتون میره. من روی 4 تا پای خودم صحیح و سالم واسادم. آخه چرا مجبورم این واکر رسم بگیرم؟ من یعنی کاپیتان منصور ملکی، مدیر کل ملکی ایرلاین مال، به شما دستور میدم که چون با این یارو پسر ما قرارداد دارین، این باید 6 ماه در دستان شما، یعنی عصا رو باید دستت بگیری. قرارداد؟ من دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. متوجه هستین؟ چی شده؟ شما حالتون خوبه؟ بله تو 2 تا پاتون میرین؟ نه پسرم بدون حسا میرین؟ من خیلی وقته که میخوام. خیلی وقت؟ مثلا چند وقت؟ ببین من راستش از شما انتظار نداشتم. مهندس من به تو توضیح میدم. حالا متوجه شدین که چه روزی به سر من آوردین؟ مهندس یک مشت خل و چل و لنگ و لوک و چفت و شل و ای بابا. چی شده پسرم؟ چرا اینجا تنها نشستی؟ با من حرف نزنین کاپیتان. اصلا هیچی نمیخوام بشنوم. شما مثل پدر من بودین. وقت فکر نمی‌کردم مهندس جان پسرم، تو حقیقت رو نمیدونی. من بر سر یه 4 راهی قرار گرفته بودم که باید از این 4 راه 2 راه رو انتخاب میکردم. خب چیکار میخواستی بکنم من؟ 2 راهش این بود که من پرواز میکردم و به جنگ ملکی میرفتم. 2 راه دیگه‌ش هم این که نقشه ملکی رو انجام میدادم و به هر حال یه کاری میکردیم که این فرودگاه برای بچه‌ها بعضشون بهبودی حاصل کنه. من ناچارن 2 راه آخر رو انتخاب کردم. فقط همین. فقط همین؟ نه خیر، فقط همین نیست. شما به من دروغ گفتین. شما از سادگی و صداقت من سوء استفاده کردین. فقط همین نیست. همه اون چیزایی که باعث میشد من به چشم یه الگو به شما نگاه کنم، شما درون من خورد کردین. نه چه حرفی میزنی خورد کردی؟ اتفاقی نیفتاده. مهندس کاپیتان گل کشتی واقعا.
واقعا که تو یه قهرمانی. چی؟ قهرمانان از واکرهای ما استفاده میکنن. زنده باد. میدونی محشید جون چیه؟ یک تیکه جواهر این مردی که پلوش نشسته. این کم کسی نیست. من نمیدونم چطور ما تا حالا از وجود یک همچین عتیقه‌ای غافل بودیم. خبر نداشتیم. همه چی تمومه. نگاه کن پوستر آدم هست. بله. کاپیتان این خدمت شما ملاحظه بفرمایید. یادگاریه. منت سر ما گذاشتیم. کاملا حق با شماست جناب ملکی. حق با شما؟ خواهش میکنم. البته یه سری پیشنهادات دیگه ما داریم. بله. که اگه اجازه بدین خدمتتون عرض کنم. اجازه چیه قربان؟ اجازه ما در اختیار شماییم. مثلا دستور بدید شما. خواهش میکنم. جونم. عرض کنم که ما علاوه بر ساخت واکر تو کارخونه خودمون تولیدات دیگه هم داریم که میخواستیم برای تبلیغات از حضور ایشون استفاده کنیم. چی از این بهتر قربان؟ اجازه از من میگیرید؟ اجازه من نه تنها دست شماست، کپیتانم کدبسته در اختیار شما. لطف دارید. فقط دستور بدید شما. محبت دارید. خواهش میکنم. عرض کنم که این محصول جدید ما شامپوه. البته هنوز اسمی برای این شامپو در نظر نگرفتیم. ولی تصمیم داریم که اسم شامپو رو بذاریم شامپو اوف. چی؟ شامپو اوف؟ بله. البته برای تبلیغ تلویزیونی که برای این شامپو میسازیم رو میخواستیم که کاپیتان بازی کنه. از نظر شما که اشکال نداره کاپیتان؟ نه فکر نمی کنم. شما از جناب آقای ملکی اجازه بگیرید. چه ایشون بدونم چی حرف داره قربان؟ چه حرفی؟ کسی بهتر؟ ضبط میشه. 3 2 1 حرکت. با شامپوهای اوف موهای نرم و لطیف داشته باشید. شامپوف، شامپوی مردان شجاع. کات. کاپیتان شامپو رو بده اون یکی دستتون. یه بار دیگه میگیریم. میگم به دست چپت بده کاپیتان. میگم بد نیست کاپیتانوف بدون کلاه گذاشتی این تبلیغ شامپو داره میکنه. نه هیچ مشکلی نداره. مهم اینه که کاپیتانوفه. بله. ضبط میشه. 3 کاپیتان صاف بشین شیک قشنگ. آره قربونه. میخوام بهتر کنیم. ضبط میشه. 3 2 1 حرکت. با شامپوهای اوف موهای نرم و لطیف داشته باشید. شامپوف، شامپوی مردان شجاع. کات. خیلی ممنون. کاپیتان شما بفرمایید استراحت کنین. بعد برمیگردیم همینجا ماکارونی رو میگیریم. آره کاپیتان. آقای ملکی دست درد نکنه کاپیتان. چه کردی؟ آقای ملکی جونم. راستی ما یه محصول دیگه هم داریم. در واقع بله. یه نوع کیک صبحونه است. که خدمتتون عرض کنم برای اینکه تبلیغ تلویزیونی واسش بسازیم و بیشتر قصد داریم که برای این کار بچه‌ها جذب بشن. یه نمایش 1 دقیقه‌ای در نظر گرفتیم که داستان یه خرگوش و یه گرگ. یه خرگوش چلاق و باهوش و یه گرگ که تصمیم داریم نقش این خرگوش چلاق و باهوش رو بدونیم کاپیتانوف بازی کنه. خیلی جالب میشه. قربان این برای من شگفت انگیزه. متعجب کرده منو که شما این همه محصولات رنگارنگ و متنوع و ناجور رو بغل هم بی ربط و به هم دیگه ربط میدید و همینجوری میدید دمش بره. واقعا عجیبه. باریکلا. خواهش میکنم. مرسی. لطف دارین. خواهش میکنم. اینم خدمت شما بابت قسط دوم جناب ملکی. بعد اسلام کنم. خواهش میکنم. کاپیتان سلام. سلام آقای ملکی. میبخشید بنده مزاحم شدم. بفرمایید. کاپیتان چه کاریه؟ برش دار. دارم راه میرم آقای ملکی. چه معنی داره؟
مسئله مهم ایشون نیست. دارن راه میرن که من هیچ مسئله نیست شما نگران. کاپیتان بفرمایید بشینید خواهش میکنم. به اعصابتون مسلط باشید. شما حالتون ناجوره. باید کنترل کنی خودتو. این حالت میفتی از بین میری. بشین. بنده اصلا هم حالم ناجور نیست. پاهامم خوب شده. از این به بعدم نمیخوام واکر استفاده کنم. این آقا چی میگن آقای ملکی؟ هیچ اصلا شما ناراحت نکنید خودتون رو قربان. کاپیتان ایشون یه هر از گاهی اختلال حواسکی دارن. اینه که من بچه‌ها یکی بیاد کاپیتانو ببری. آقای ملکی من کاملا متوجه هستم که چی میگم. بنده دیگه نه برای واکر میخوام تبلیغ کنم و نه برای هیچ کدوم از محصولات این آقا. کاپیتان اوف شما از این لحظه اخراجی. حالا که اینطور آقای ملکی من این اخراج رو با افتخار میپذیرم. کاپیتان چی آقا؟ بشینید لطفا. احتیاج به این کار نیست ملکی. مرسی. دست شما درد نکنه. بشین کاپیتان. آرامش حفظ کن قربونت. کاپیتان از طرف من شما خیالتون راحت بشه. حرف حساب میگن جواب نداره. باریکلا و 100 آفرین و 300 باریکلا قربونت. شما انگار متوجه نیستین آقا. بنده نمیخوام دروغ بگم. دروغ نیست کاپیتان. آقای ملکی پولی که از راه دروغ و حق بازی به دست بیاد برکت نداره عزیز من. خیلی خوب دیگه هرچی مزخرف گفتی بسه. بله آقا. آقای محترم شما از من پول میگیری وظیفه داری هر کاری رو که من بهت میدم انجام بدی. درست میگم آقای ملکی؟ ای حالا همچین اگرم حرف گوش نکنی ازت شکایت میکنم بابا تو در میارم. هر کاری که میخوای بکنی بکن. آقای ملکی لطف کنید زنگ بزنید مأمور بیاد من تکلیفم رو با این آقا مشخص کنم. من پای زندانشم هستم. آقای پس بچرخ تا بچرخیم کاپیتان قرازه. تو فکر کردی کی هستی؟ چی هستی؟ یک پوستر تبلیغاتی بیش نیستی که اگر تو خیابونم بری کسی واسه ترم خورد نمیکنه. آقای عزیز با شما اگر یک دفعه آقای ملکی گوش بده به من یه دفعه دیگه اینجوری صحبت بکنی هر چی بده من کاپیتانو چکو این چکو بده من بکن دهنت اینو در واکن کاپیتان. من بهتون اخطار میکنم. اون هیچ کسی حق نداره کیفشم بهش بده. به ملکی ایرلاین به کاپیتان من باباتونو در میارم. به کاپیتان ملکی ایرلاین توهین میکنی. خیال میکنی مردم من اینجا با اون چک قرازه. آقای ملکی آقای ملکی من یه موی گندیده تو به همه این چیزا نمیدونم چی میگم. من اصلا نمیدونستم که شما یه اینجور آدمی هستی. ماچ نکن کاپیتان. بدم میاد ماچم نکن. من ماچ بدم میاد. چه کنیم دیگه بالاخره ما هر از گاهی حال عصب پیدا میکنیم. اساسی من کشته مرده همین حال عصبتم منصور ملکی. قربونت برم ملکی. برو آره. رسید. باورم نمیشه که بعد از این همه ماجرا و حادثه ما دوباره داریم پرواز میکنیم. دوباره داریم به آسمون میریم. یه ضرب المثل عشق‌آبادی هست مهندس که میگه خلبان بدون هواپیما این راننده اتوبوسیه که اتوبوس نداشته باشه. نه؟ از برج مراقبت به کاپی راجر. از افت به برج سلام هوشنگ جان. جانم کاپیتان صحبت میکنه راجرز. سلام کاپیت خیلی چاکریم. اوضاع چطوره راجرز؟ آو بهتر از این نمیشه. همه چیز آماده است. ما آماده پرواز هستیم. یه پرواز بی دردسر راجرز. خیلی خوب پس از باند سمت راست حرکت کنید. تأکید میکنم باند سمت راست. راجر باشه راجرز. باند جان اوشنگ جان حواسم هست. اونجایی دیگه. آره خیالت راحت باشه. کاپیتان کفترا رو همین ها بودن لعنتی ها که اون دفعه بدشانسی واسه من آوردن. اوشنگ جان حله ما آماده پروازیم. حله. سفر خوبی داشته باشین راجر. همه چی آماده است؟ بله. بده به من اون میکروفونو. بده من.
گوش کن چی میگم کاپیتان، این یه اخطاره. اون بالا هر اتفاقی افتاد، هواپیما نقص فنی پیدا کرد، موتورش ایراد داشت، منفجر شد، خودت کج و کنجل شدی، بلایی سرت اومد، حتی اگر مردی تحت هیچ شرایطی حق نداری پروازو کنسل کنی. مفهوم؟ آره فهمیدم.